بسم الله. ما امروز با همراهی شمایان از کتاب فقه المیسر مقدمه آن را الکی ما گرفتیم. با همراهی شمایان امروز داخل میشویم در باب طهارت. از باب طهارت با بسم الله و صلات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل اصحابش باد شروع خواهیم نمود. در اینجا باب اول میفرماید کتاب الطهاره، کتاب طهارت، و این کتاب طهارت از 10 باب عبارت میباشد. کتاب طهارت از 10 باب عبارت میباشد که ما با همراهی شمایان با توفیق الله سبحانه و تعالی اینها را خواهیم قدر توان. و باب اول در اینجا میفرماید که باب الاول فی احکام الطهاره والمیاه. باب اولی که ما در این کتاب داخل میشویم در بیان شناسایی به احکام طهارت و آبها، که در این احکام طهارت و آبها یک چند مسئله های است. مسئله اول میفرماید که فی التعریف بالطهاره والبیان اهمیتها و اقسامها. مسئله اول در بیان شناسایی با طهارت و بیان کردن اهمیت طهارت و نوعهای آن. اولا اهمیت و نوعهای طهارت. طهارت کلید نماز است و یکی از مهمترین شرطهای آن به حساب می رود، چون که شرط باید پیش از چیزی که شرط شده است اجرا گردد. و طهارت در نوبت خود به 2 قسم اساسی تقسیم می گردد. اولا طهارت معنوی که پاکی قلب از شرک، از کفر، از بدعت و گناهان و معصیت ها و هر چیزی می باشد، که اساسی پاکسازی قلب باید از شرک، از کفر، این اساس است که ایمان انسان را از بین میبرد. سپس بدعت ها که عمل انسان را حبطه میسازد، و سپس در مرحله آخر از گناه ها و از هر گونه چیزهای دیگری که ایمان انسان را ناقص میگرداند، کم میسازد، که قلب انسان را سیاه میگرداند. این نوع طهارت معنوی، طهارت باطنی، این نوع از طهارت ظاهری مهمتر است، چون طهارت جسمی با وجود شرک که خود ناپاکی است درست نمیشود. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید انما المشركون نجس. در حقیقت به درستی که مشرکان نجس هستند، ناپاک هستند. سوره توبه آیه 28. این قسم اول است که مهمتر است از هر چیز دیگری. اما نوع دوم طهارت حسی است، ظاهری، که تفصیلات آن در سطرهای بعدی بر شما بیان و واضح روشن خواهد شد. و سپس میفرماید که معنای طهارت چیست. اکنون ما با همراهی شمایان باید طهارت را بدونیم که خود طهارت چی معنا دارد در اصل. و طهارت در لغت عرب به معنای پاکی و دوری از افلاسی و ناپاکی هاست. این را طهارت میگویند در لغت عرب به معنای پاکی و دوری از هر گونه افلاسی ها و پلیدی ها و ناپاکی هاست. اما در اصطلاح باشد دور کردن حدث، افلاسی معنوی یا حسی، و دور کردن خبث، افلاسی ظاهری می باشد. پس در اینجا شاید سوال شد که حدث چی معنا دارد؟ حدث این یک حالتی می باشد که در بدن وجود دارد و مانع ادا شدن نماز میگردد و همچنین مانع ادا نمودن دیگر عبادت های شرعی نیز میگردد، که برای آن پاکی طهارت شرط لازم است. و حدث بر 2 نوع تقسیم شود. حدث خرد، حدث اصغر میگن حدث خرد. این حالت است که در اعضای وضو به وجود می آید، مانند خارج شدن پیشاب یا پساب یا هر دوی آنها که از پیش پس می برآید، و با وضو دست کشیدن آب بر اعضای معین با نیت پاک می شود. اما حدث اکبر باشد، حدث بزرگ، این حالت است که تمام بدن را فرا میگیرد. حدث خرد این بعضی از قسم های بدن را فرا میگیرد. با واسطه طهارت گرفتن انسان پاکیزه میگردد. اما حدث اکبر بزرگ باشد، این حالت است که تمام بدن را فرا میگیرد، مثل حالت جنابت پس از برآمدن منی یا با همسر نزدیک کردن. اما این با غسل باشتن تمام بدن پاکیزه میگردد. پس پاکی کلان است که با غسل پاک میشود، و پاکی خرد است که با وضو پاک میشود. اما وقتی که آب وجود نباشد یا استفاده آن برای انسان ممنوع ناجایز بگردد، در این حالت قائم مقام آن را تیمم میگویند، با خاک پاکیزه کردن میگیرد. پس معنای طهارت در لغت با پاکی و دوری از افلاسی ها و پلیدی ها و چرکینی ها. اما در اصطلاح دور کردن حدث افلاسی معنوی و دور کردن خبث افلاسی ظاهری می باشد. پس خبث این نجاست است، یعنی افلاسی ظاهری، ناپاکی که در جسم یا لباس یا مکان پیدا می شود و آن را پاک کردن لازم است. و در ادامه این مسائل را برای شما توضیح خواهم داد. و هدف از دور کردن حدث ان همین ناپاکی، هدف از دور کردن ناپاکی یکی حدث این تازه کردن است که مانع نماز میگردد، اون را تو برطرف میکنی. اگر حدث کلان یعنی بزرگ باشد، باید تمام بدن را با آب شستن لازم است، این را غسل میگویند. اگر حدث خرد باشد، همین ناپاکی خرد باشد، با آب گرداندن آن اعضای معینی که انسان در هنگام وضو گرفتن میشوید پاکیزه کردن با نیت. اما اگر آب نباشد یا استفاده آن ممکن نباشد به سبب بیماری یا چیز دیگری که اینا را در آینده ذکر می‌نمیم، به جای آن خاک یعنی تیمم استفاده برده میشود، که شرح این در باب تیمم خواهد آمد و خواهیم ذکر کرد ان شاء الله. شرح این رو در باب تیمم ان شاء الله ذکر می‌کنیم. و هدف از دور کردن خبث، ناپاکی، پاک کردن جسم، لباس و جای
جای نمازگذاری جای ناپاکی میباشد. اما نوعهای طهارت در نوبت خود با دو قسم تقسیم میگردد که حاضر مختصرا بیان کردیم. طهارت در نوبت خود بر دو قسم تقسیم میگردد. طهارت حسی میگویند که مخصوص بدن است، طهارت حدث میگویند حدث که مخصوص بدن است، و طهارت خبث برای پاک کردن بدن، لباس و مکان است. پس طهارت دو قسم است، حدث و خبث. حدث مخصوص بدن است و خبث برای پاک کردن بدن، لباس و مکان. اکنون میگذریم به قسم نوعهای حدث. این حادثه‌ای که رخ میدهد، ناپاکی که رخ میدهد. حدث خرد میگویند آن چیزی که با وضو برطرف میگردد، و هدف بزرگ میگویند کلان آن چیزی که با غسل کردن برطرف میگردد. اما نوعهای خبث باشد، ناپاکی قسم دوم. نوعهای خبث باشد، خبثی که باید شسته شود، ناپاکی که باید شسته شود، قسم اولش. دوم خبثی که ناپاکی که باید شکیده شود، و سوم ناپاکی که باید محض کشیده شود. و این سه قسم تقسیم میگردد. بارک الله فیکم.